بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و مهربان سلام تقدیم میکنم به تمام شما. خدا کنه خوب صحتمند باشین و روزای عید را به خوشی سپری کرده باشین. عیدم بخیر خلاص شد. امروز چهارم عید است و میمانام هستن. هنوز میمان نیستن دیگه، صاحب خانه خودم هستن، کوکایمشان هستن. کل ما یک فامیل هستیم و قرار بود بریم یگان طرف میمانی دیگه. باغ نتونستیم آماده کنیم. ما به روزای دیگه بخیر، یا فردا یا پس فردا بخیر. و امشب ما تصمیم گرفتیم که بریم بیرون و نان شب بیرون بخوریم در یگان رستوران خوش. یک بار اگرچه رفتیم رستوران ضیافت، یک مشهور هم هست و نان بسیار مزه‌دار هم فکر کنم داره. و امشب خواستیم که بریم اونجا و مادرکنان ما آماده. شما بیننده ما باشین. دوستای عزیز کلاگی هم در خانه شیشه. خوش آمدی آجی. بیبی آجی سلام جور بخیر. چیگه پاس خوش آمدی. خدا کنه صحتمند باشین. جور منظم باشین بگو. هم تو فکس کمپانی جور هستین. شکر. چیگه پاس قرار چی وقت آمدی که هیچ دوستا خبر نداره. پیشترکا آمدم. که دیگه آمدی تو که خواهد چرا فقط بگوی ما در نظرتون همین کارا رو نکو. تو سنی پیلیستا فامیلیا گپش میشه در اونجا که بیگانات توش میگی. چی بیاز از ما درفت است. ها؟ حال درفت است دیگه. باز با بیابیخ نباشم و دقیقا در بازار خدای ناخواسته یک گپ میشه، یک جنگ میشه، فامیلی بچه ها جنگ میکنن، فامیلی یک موتر خدای ناخواسته یک تصادف میکنن. آلیزن ترقی کنن که زور کسان باتون نمیکشید ترقی کنن. خدا کنه مرقیل کرده بتن جور هستی دیگه. شکر زنده یگان کتی مرد برو تو والا بچه داری شکر خدا. یگان جای میری ما را یک زنگ بزن پیش از پیش بگو بیا پشتم بیا ما میاریمت. خود تنها نبیا. یک گپ دیگه باز دلت دیگه بیادر اگر چی خود از مردا کدام فامیلی مرتا دلت کارت دیریک شو مثلا مرسیدوس اونجا هم نمیشی. نگه چی گفت والا شکر خیرتی مقصد جور تیار باشه. بخیر باشه بچه یک سلام تا میدادی کار نگی که چرا سلامت باش. چی میگی دمو تابلت تو؟ تابلت ما گیمت. خب پس بجانت می صبح بخیر کو بجان. صبح بخیر. چی حال داری؟ سلام. شکر زنده باش بچیم. سلام دوستای بسیار نازنین و ناز. خدا کنه که جور سر باشین، وقتتون بخیر باشه. خداوند همیشه سر بلند و سرفراز داشته باشیدن. این روزم بخیر سپری کنین و سپری شده باشه و روز که میایه بخیر سپری شوه و روز خوش پیش روی داشته باشین ان شاء الله. باشه با امید از اینکه همه جور و سلامت باشین. و ما هم فکر میکنیم یک پلان داریم بیرون رفتن که خدا کنه که بخیر بریم و بخیر پس بریم. خدا ادامه همراه ما باشین و ببینید که کجا میریم و کجا نمیبریم و از چکر ما شما هم لذت ببرید. سلام دوستای زنده خوب سلامت. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا عرض ادب خدمت شما دوستای نازنین. امیدوار هستم جور و صحیح سلامت کنار خودتون باشید. خوشحال هستم که بازم با شما هستم دوستای نازنین. خدمت که کاکای وارث جان گفت دیگه ما میگیم دیگه که نمیفهم کدام رستوران است، کجا میریم کجا نمیریم دیگه. وارث جان نگیده پلان کرده خودش. جانا دوستای عزیز سلام وقت میگتن بخیر. از خواه خیسته خدا کنه که جور و ساعت سلامت باشه. همیالون در خواه از نفر. چشمایی بابا چرا بیدار بید؟ کجا بودید شب؟ شب خانه یک دوست من. یک دوست تا چند بجه بیدار بودین؟ غلط دوست خود بیدار. کی کار رو میریم خواه و دماشه باز یک قسم دوستای عزیز پلانم میگم بریم نان خوردن. اوه غذا خوردن ندیم. از ما شما بیادم اون نان خوردن هستیم. سلام عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز. امید که خوب سلامت سرحال باشید. ساعت چند بجه است؟ چند بجه ساعت میگم خراب است. سعی که چند بجه است؟ بجه بچهش 10 دقیقه خوردی و خدا. تیار هستی کلگی؟ خب یادش که دگاه کجا؟ نه این است.
هموطنان عزیز سلام، تمامتون بخیر. خدا کنه که جور صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به ولاگ امشب. ما دیگه امشب قرار است که بریم بخیر بیرون به غذای شب دیگه. بعد از دیر مدت بعد چون خود ما بودیم، خود ما تنهایی دیگه باز مزه نمیتونیم بریم که یک فامیل هم باشه دیگه باز خوشایند میشه. مو رفتن لذتش دمو جمع جوش است دیگه. تا آخرین دقایق برنامه بیننده ما باشین دیگه. برنامه که کار داریم سیر تا سیرم نرم تماشا کنیم. دوستای عزیز سلام، خدا کنه که همگیتون خوب و خوشحال باشین. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. چی گپا؟ هیچ خیلیتی بیرون میگم بیرون کجا سندگو تیار شدن؟ کلگی تیار است. دوستا سلام، وقتتان بخیر. خدا کنه خوب باشین، صحتمند باشین. خوش آمدین به یکی از برنامه‌های جدید ما که میریم دیگه طرف بیرون بخیر. شما بیننده برنامه باشین و تا آخرین دقایق لذت ببرین دیگه. دیگه پاس دوست بعد از بسیار وقتا دیگه با همه فامیل بخیر میریم. دوستای عزیز سلام، وقت همتون بخیر. خوش آمدید به یکی از برنامه‌های دیگه ما دیگه. تا آخر دقیق بنده برنامه ما باشیم ببینیم که بخیر کجا میریم ما نمی‌فهمیم دیگه. سلام وطن عزیز، امید خوب سلامت باشید. شما خوش آمدید به یکی از برنامه‌های ویژه ما که میریم رستوران دیگه. شما لذت ببرید تا آخر دقیق بنده ما باشیم. سایز برو کی رفته بیرون؟ مقصد پارکینگ میرن. بریم کلا گرفت. حالا گرفت. مالا مورد. سلام دید. خیلی ما سلام. دوستای عزیز سلام خدمت تمام شما. خدا کنه که جور صحتمند باشین. شما را خوش آمدید به یک برنامه دیگه. بریم کل ما طرف رستوران. شما بیننده باشین و از برنامه لذت ببرید. یا چه این دوستای عزیز کم کم دیگه بخیر آمدن. بابا چه که دخترات شروع میشینی؟ ها؟ دمی موتر میشینه. نداره. دوستای عزیز یام کارتی 4 سنه که گفتگان تا راستیم دیگه میریم طرف شارنه. خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی، خوش آمدی. بری گزمای موتر بخیر. خوش آمدی کاکا جان. باش. که این موتر ما جای بده باش که نرمت آمد. او باش که دیگاه پایین شود.
برم تو نمیشین بالا کنیش بالا کن آفرین اینه بکره اینه اوسو بردیش نه این رکتی ما بود میوردی پالی ما خب سایسته بیبی جان از این طرف بیا از اینی را برو از این جلف داره بگو جای نشده جای فرق چرا؟ بله رفته اونجاست؟ بیا نه خراب است از زینت هم میشه میگیری؟ اگر زینت هم میشه اینو پایین میشه چیز بچین دیدی؟ نینه دیدی؟ چیز بچین سوز یک دوست من سوال کرد سجده دختر کی است سجده دختر کی است بس کسی بسه یا خدا من اگر من از کنم بود از درس بود اگر برام داد بسیار خوش هستیم بسیار خوشیه کلام جنجال همه چیز ما بین غلط بسیار خوش چیز خوشیش داشته باشیم نمیشه فکر ما را دیگه میسازیم بریم ببریره مقصد جان از پیش در چی ببر از پیش زینه او طرف باشی
منتظر لفت هستین؟ نه گفتی جا بشینین که براتون بالا گفت میز تیار کنم. شما چطور دیر کردین؟ خطا که بیبیم خطا کردیم. از اونجا؟ از زینا چی نداره؟ مانده شده بود. باز ویلچر آوردن. دوست عزیز دیگه امروز 4 عید است و بسیار گیروبار است رستوران سیافت. نام خدا فامیلا زیاد آمدن غلط به نوبت مردم بالا میشه دیگه ما شدیم به نوبت که نوبت ما برسه به خاطر که اینجا کلگی فامیلا شده قدر ویدیو گرفتن نتونستیم دیگه بریم بالا بخیر باز شما ویدیو میگیریم شما رو هم در جریان میمونیم. نام خدا گیروبار زیاد است نه؟ یکی دیگه گروپ ها رنگش طلایی که اسمو بخیه رقم زرد زار بوی خیلی مریض است مریضار مریضا دیگه در نوبت خود شیشتیم دیگه باش چی وقت نوبت ما میرسه که دلق بریم بالا و میزم هم تیار شد. یکی ما پیش از پیش زنگ هم نزده بودیم باید پیش از پیش زنگ میزدیم در بیروبار هستن دیگه وقتا که میامدیم تو بیروبار نمی بود به خاطر که امروز دیگه 4 عید است همگی از خانه که آمده رستورانت ها و اینجا هم بسیار یک رستوران نامی است شاید بسیاری دوستایی که از خارج آمدن حتما سیافت آمدن دیگه از اون خاطر یک ذره بیروبارش زیاد است. یک دفعه دیگه اگه یاد باشه اسنا جان آمدیم جای نبود نه پس جای نبود بس رفتیم برنامه بود آقا جانمشان آورده بودیم نوارد جان آورده بودیشان جای نبود پس رفتیم ما چون باز در کدام رستوران دیگه رفتیم در گلکسی بود رفتیم در گلکسی رفتیم دیگه شارنه و هیچ جای نبود دیگه خدا کنه که امشب هم با ما یک میز جور کنن شما بیدیم دی برنامه باشین و تا آخرین لحظات دنبال کنین ما منتظر نظریات خوب شما در برنامه می باشیم. دوستان عزیز ما رسیدیم بخیر ما هم منتظر هستیم بخاطر که دیدار فامیلایی که اینجا دوستانشون میگن مثلا چند نفر هستن دیگه باز تا بالا باشن با اون تعداد میز چاقیشون برشون میمونه و از طریق قدر روانشان میکنه بالا دیگه ما منتظر هستیم که بکنیم که نوبت بعدی بخیر از ما است ما 20 نفر رو باشلیز دادیم خود از 16 نفر یا 10 نفر میشیم شما بیننده باشین از بیروبار هم زیاد است شنیده است همه مهماندار هستند مهمانای خود میارن در رستوران دیگه اگرچه ما مهماندار نیستیم خودمون زیاد خانه هستیم خواستیم که شما ما هم بریم خیلی بریم مادر بیا بود بریم کلگی نمیشه گفت فکر نکنم باش چند نفر دیگه ما 2 نفر دیگه است اینجا گفتن که نفر کم باید بره. کی گفته؟ اینجا ما مسئول 6 منزل 6 منزل 6 سقوط نکنه نه مادر رو میترسم خب نه جناب تو میترسی از لفت چی شدی؟ ها؟ شما نمیتونید به کامرا نمیتونید بله اومد 4 نفر بابا چه باید؟ شکر تو بخیر است درست بریم میریم دیگه خیلی دیگه میباشیم دیگه بابا چه یک بچه تا میدونی بیگاه دیگه اینجا گفتم شانزده سه تا
جم خب چی فرمایش میتین؟ یک من آورده؟ خب بیار اول یه انتخاب کنیم بس من بلکل اگه یک چیز بخوایم یک که بودم برای میتونه یک چیز بخواهی خوب است بلکل اگه یک چیز خوب است یک چیز انتخاب نایره کنم میشه بیته کاکای من یار که بدل خود بخواه بازم دلشان مطلب ندارم زی آیپد فقط هم یک است تعداد زیاد است تا که قطار یک ساعت سیر میشه اگر که نداره دار در بیت مشکل خونه است مثلا یه خواهش بکنید مشکل برق سپیکر هم کجا ششتی ها دختر؟ ها؟ کجا ششتی؟ یا قوره کو؟ برو دوستای عزیز نوبت فرمایش دادن از بخیر باش که چی بالاخره فرمایش میتن خب چی شد بالاخره؟ خب فامیلی هم داره؟ یه دونه گوسفند زنده نخواهیم بردن ها؟ سر گوسفند بیشتیم هر جای بریم نه پخته کدگی دا بخواهیم هر جای بگردیم دوستای عزیز ما انتخاب کردیم یکی توغرل کباب گرفتیم یک دو دانه گفتیم بگیریم یکی هم غزنوی چوپس میگن چی میگن چوپس همون یک چیز است دو تازی گفتیم بگیریم و یکی هم اینی کشتی بود نه یک دانه هم از اینی میگه میکس گریلد پلیتر متوسط است باید بر چوکی بیارن خب میایم یک دونه از سیور نبیگیم ما گفتیم نوآوری باشه بخاطر چیزا رو همیشه خوردیم هنوز نیره خب ما 16 نفر هستیم در مجموع خب یک دو رزینی بر ما خیر بگیریم خونه رو ما دیگه انتخاب نکردیم دیگه چی بگیریم خب یک چیز میشه باز متفاوت باشه اگر سه چیز بخوایم ما پیزا نمیگیریم پیزا دیگه بخی زیاد شده دو دانه از اینی برای بگیریم دو کباب دو تازی بگیریم
خب هیچ قبول فرق نداره میگی من کی رسایی میکنم و تصویر ازی رسایی میکنم فرق داره یعنی کباب میگیره کباب داره کباب است خب وزنال اگه ما یک جای کباب فرمایش بدیم شما برنج علاقه ندارین برنج علاقه خب است همون را میگم نه این قابلی پیزا این چیزا رو دیگه فرمایش نمیدیم خب ما انتخاب میکنیم باز خود نظر میتونیم دیگه چیز بگیریم این میشه بر 5 نفر شد 10 نفر 10 نفر خب 10 نفر دیگه چی بود؟ دیگه 2 دانه تورور کباب بود 2 دانه تورور کباب هم 10 نفر 12 نفر 12 نفر 14 نفر چند نفر است؟ 16 نفر 16 نفر دبای شانه سی کدی طفلا بس میکنن دور تقوردی توحید صندوق نوردی دوست عزیز نان بخیر رسید چی بیاره؟ اون از اون خودر سه دانه چوکی اینجاست در چوکی خود ترکا میگه فکر نکنم بیاره برش دوستای عزیز نان بخیر تمامش رسید این چیزایی بود که فرمایش دادیم و دوستای عزیز اینجا فاکتوری که فامیلی و یه پاسته تو میدان تصویر ما رو بگید این به شکل کشتیز دیگه بگید خوش که دورشان بتیم دور بته میره کمو غذاوی هایش ببینیم برو چی را بس تو کشتی ده اینجا تو کشتی باید این طرفه این البته با دوستایی که طرف خارج هستن ببینن که در افغانستان هم همچنین رستورانت های دیگه وجود داره که غذای بسیار خوب داره میرسه ایشا بگیره بخیر شروع کنین خب گوشنا شدی نه جانی نه ازی بابا خوب است دیگه ها؟ زیاد هم نشدیم گفت کم بود که دیگه چیز براتون فرمایش بودیم آجر فکس است ها؟ اونو طرف هم از اینی کشتی هست اگه ها؟ بابا چه تاهیدی نفتم دوستایز ما دیگه در کمرمینیم زیادتر هستن دیگه اکس تمرین سه برنامه رو گرفتیم ما دایش نبودم خودم چون اکس گرفتم با او خاطر دیگه باش که بیشتر چی میخوری بگی؟ خب اونجا باید دور بخوره دیگه اگه نکشتی هست او چی میری؟ بعد دمیر میری کش کنه پیشی تان برو؟ چی هسته؟ باش صبران صبران چی کده؟ بگیدیم
دوستای عزیزی هم شیر و پنجم چطور بایی گفت و هم فیرنی گفت است. چرا خوشبتن؟ چی بتن؟ کشیده چرا خوشبتن؟ نان خشک صحیح است. یوم گفتن خیلی یوم گفتن خیلی سایزه چی میخوری؟ ها؟ چی میخوری؟ بین از این چی برش بوده از اون فیرنی؟ نان نمیخوره یه بیخی نخواد بخواد همین دور بتیم بچیم بان یک جای دیگه نه کوتاهید اینم چیکار زیاد درافت مال چیکار زیاد دلتم چیه دستی برش برنج تا خلاص کرد شده گوشت منتظر کباب است. نانم مقصد نان خدا خود مسیر کرد یز بیبین همین مصرف خوردن است. دوستان نازنین دیگه ما نان نوشیدن کردیم و جای خالی بسیار یک نان مزه‌دار بود. واقعاً مزه‌دار بود. دیگه فیلمی از بسیار مزه‌دار بود. نان خشک. یک نان خشک مزه‌دار که کتابی چای شیرین بگیری خود خزه می‌کنه. من زیاد شیرین می‌کنم. خیلی اگر دوستا میدان نمیجه روش جان میکنن اما زیاد بخدار است. هر کس که میاد در رستوران زیافت بیاین که نان مزه‌دار دارد. حرمت کجاست حرمت؟ اومد یا اومد؟ اردوشان اومد؟ اومد؟ مینو یک بای بای کو ماچ هم پرتو ماچ پرتو نه خوردیم همچنین سفیدش سیمیان داره هیچ نداشت. سیمیان داره که بسیار مزه‌دار است. نوشو جان نان هم بگم سیمیان بخوری بلاست. دیگه دفعه یک دفعه میایم اینجا نان فرمایش میتونم که چای دیگه دفعه زندگی باشه میایم تنها فیلمی فرمایش میتونم دیگه ایش نمیه نوشو جانتان یه زیاد مانده دوستای عزیز وقت رفتن شد بخیر و
یا هم گادرش هست که یگان عکس مکس میگیرن. چطور تانه جان؟ ساعت تانتش تگذاره یا نه؟ چطوره بچه خیلی بینید؟ خب زنده باشی. چی؟ سر مزدار خوبی بود. تو چطور؟ راست میگه؟ دوستای زی سکس گیریز دیگه سناکتی که کامی میگه عکس یادواری بگیرن. اونجا هم بشه مشکل نداره، اونجا هم بگیریم خیلی هست. بریم هم پایین بگیریم مشکل نداره. نه دوستای عزیز رسیدیم بخیر دیگه. یامن مادر کلان صبر داشته باش. فهمیدی؟ از درازه رو چرا پیش میکردی؟ کتاو ستا 3 نفر نمیبینه درازه سر باز درازه رو باز کرد پایین شو فهمیدی میگم چرا درازه رو پیش کردی باز سر از بیچاره پیش میکنه. نیست از سوچ زدگی ها بچه خیلی گنگس گول هستی ها بچه. چطور تو گنگس هستی؟ گول زدگی خوش آمدی ها بچه زاید. والکم خوش آمدی کلی. مادرم خیلی شد؟ مادر در پایین است. چی میگم پایین؟ بابیم آمده. خب؟ بابیت کتی باعث بود. بابیت باید در اتاق باشه. کاکایم کجاست خاله؟ نان سر موبایلش میاد. مادرم چرا تا شده؟ مادرم خیلی شد. کجاست؟ خوش آمدی. کجا بدی؟ من اونجا منتظر شما از مکاکین چی میکنید لفتم بالا بگید. خو یکم که میزدی تو در یک استاد میشد. در یک استاد چه پر میبود؟ پر میبود. یا قبل یک نفر خو جایی میبود. شکست؟ آیا زود مشکنه؟ این رومه تنه که اومد در اومد. ایره سک ایره. ببرش داخل که دادارش شما نزنه. جوره است با شکسته. خسته نباشی کاکا جان. زنده باشی خود خسته نباشی. سلام. بخیر هستین؟ بخیر باشی ها. خب اسپایسی خودش خریدیره. مسافر بعد دسکاول مونده بود. خب. مسافر بعد. برای چندی بود یا؟ بول نمره بیا سجده میگیر برای زی میگیم بازجان. نه خوش کاستن میگیرن. خوش دارن. برام ببین میگیم خرید. خب بشک. خب. دوست که بلا ورده که برای حسابی گفت من چه بازار شده گفتم بازار بابا تا چه بیت من گفت نفر 1000 پا شد نه؟ خود نه تا میشه چه باشه چند نفر یارو در والا با خدا و دلار رو بسته میکنن چی جواب رسو بیاد ها خوب است نه پاش کروت سیاه گفته بخوری کروت تکرگرگی نه از این میگیریم دیگه چه خوب بشه قوی است نان خوردن باز شد است دیگه شما نخوردین نه شیرینی خوب است نه
سا شیرینیست که اسنا جان تیار کنه یک بار خب تیار شد خورده شد تو این خوردی این دیگر بسیار فرمایش ها برش آمد خب که باید اگه هم جور کنیم مزا میتن مزیدار است خوب صاف چالمه است دیگه ما جلابات پشت زنی میگشت موضوع دیگر رنگ رو میامن رازی سابق بود حالا کم چی اگه باشه دمان دیگه خسته کاش هم در بینش میبود اگه نه من نمیده کم جور میکنن دیگه چه رقم شیشت چیز میخورد اول شیرینی ای میخورد تو بچه مامان چی میخوری؟ چی میخوری؟ بابیتی صدا کردی؟ بابا؟ بگو بابا اینو باز چای میتمد بگو بابا دوستای عزیزی یگان ذرا قدم میمونه یک قدم پیش یک قدم پس این نازنین مایده بکر است دیگه یگان برنامه خود برش گرفتیم و رود که میگن چرا رقم میگن لول به تکراره دیگه باز ما میگیریم برش لول نمیتیم باز احترامی بروزی میشه دیگه میخریم و تک برم سر تقسیم میکنیم فلانی با فلانی که نفت که ما را میرن 4-5 قدمک میمونه این رسم رواج سابقه هست نه اون رسم رواج سابقه هست میکنیم و خیلی برش میگیریم یک چی دیگه نام خدا کلانه کم شده نمو تخت خوشم فکر کنم برش حالت دینشا باز خود انداخته بود دیگه او رو باید تبدیل کنیم یک تخت خوش برش بگیریم کلانه کمک فرق میشه دینشا هم خود انداخت بیا آگار نمیشه باز؟ بیا یا خودش پایین میشه؟ نه انداخت خودت روی سینه خودم میمودی ترمت بیدار کم نشه بستایت هم میشوید گل در زمین خورده بیش او در خواب میخیزن یه بچه ما افتاده بود؟ نه بخی تو بخی تو بچه که ما افتاد صدقیتش یا که تو افتادی کارهای بچه چطور نمودیش میده کلگاکای چطور نمود میده میگه بابر صدا کو اونم میگه بابر صدا کو بگو بابا باز میتی تکتو اومد یعنی سیکه بگو بابا نه بگو بابا نه نما بگو بابا بگو بابا جور دادان چرا میده ایکا دان تصیح کردی مزه داد یا گپش کن قربانتش ای قواره بسیار خوبش میده قواره کو قواره کو مایره بگی قواره کو ات کنه مایرم بگی یک قواره کو دیگر خوش باشم ساجو قواره کسوش قواره ده برامد بر سلامت قواره کو کو نه میکنه نه خلاص نفش یک دفعه گفت نه نیست دیگه با قواره کو قواره کو میگم نمیکنه خیلی قار شو بیا بیا خیلی برو دیگه بیا برو خیلی دوستای عزیز خدا کنه که برنامه رو تا آخر سعی کرده باشین و بین افغانستان ما خیلی خوب رستوران ها جور شده خوب نانهای مزه‌دار داره کلنگی تعریف کرد دیگه راستی که نانش مزه‌دار بود واقعا مزه‌دار دیگه بدون از اون رستوران های بسیار معقول در کابل جور شده مگم تغییرات زیاد داشت آمده بود از دفعه اول که رفته بودیم دیگه افغانستان کلا رو به پیشرفت است دیگه وقت رفته که نو جور شده بود نه؟ نه نفرم نبود تو وقت بیبی چای میخوری؟ نه بچه آرسیست خیلی مشهورش آمدن میرن والا یک دم رستوران دل ما جور کنم نه نموتم جور که بخیر بچه نه رستوران بودم که بگم پیسا رو جمع کنیم دانه دانه پیسه رو جمع کن بخواه میگه که ای از بچه کس؟ خیره بخواه آرش خدا دوستای عزیز از طرف من خدا بستان دیگه باش ببینیم چی میگن دیگه چی گفتیم؟ من خداحافظی میکنم دیگه چی گفت؟ خداحافظ ناصرتان شکر جور تیار شما چطور هستین؟ که موتروانی چطور بودی؟ والا خوب بودم تایت رایت جور تیار باشین آرام باشین آسیده باشین که فامیلایتان خوش و خوشبخت باشین خداحافظ و ناصرتان
تا برنامه اینده خدا وقتتان بخیر خدا تا برنامه بعد خدا خداحافظ دوستان تا برنامه دیگه ما خداوند یار یاور دوستای شب و روزتان پر از سعادت باشه، خوش و خوشحال، همیشه لبخند بر لبای زیبایتان باشه. خداحافظ. خداحافظ